تا حالا شده بخواید بعد از سر کار خیلی پویا و فعال باشید یا به عبارتی پروداکتیو باشید؟ خیلی از ماها این آرزوی قلبی مونه تا بتونیم اون کسب و کاری که تو ذهنمون داریم، تو رویاهامون داریم رو شروع کنیم. اما همیشه روزهای کسل کننده رو رد میکنیم. آخر هفته حالمون خوبه، دوباره روز از نان روزی از نان. امروز میخوام 6 تا راهکار بهتون یاد بدم، راهکارهایی که به خودم خیلی کمک کرد تا اون تایم آزاد رو پیدا کنم، تا در کنارش اون شغلی که خیلی بهش علاقه‌مندم رو بتونم اجرا کنم. اولین کاری که باید بکنید اینه که یک فعالیت انتقالی رو به خودتون تحمیل بکنید. حالا بهتون میگم فعالیت انتقالی به چه مفهومیه. خیلی از ماها زمانی که از سر کار میایم خونه، اولین کاری که میکنیم حالا دستوراتمون میشیم، لباسمون رو عوض میکنیم، ولی بعدش صفحه لپتاپمون رو باز میکنیم و شروع به دیدن فیلم و سریال میکنیم، یا تو پلتفرم‌های اجتماعی مختلف همین جور درگیریم و این دور باطل هی تکرار میشه. اما یه روز یه جمله‌ای توی مقاله خوندم که خیلی قشنگ بود. میگه هر زمان که یک قسمت از مغزتون خیلی خسته است، همه تلاشتون رو بکنید از اون قسمت از مغزتون که انرژی بیشتری داره استفاده بکنید. یه بار که از یه کار خیلی خسته کننده، کاری که فوق‌العاده فکر بود، خسته کننده بود، اومدم خونه، کاری که کردم لباسامو عوض کردم، لباسای تمرینام پوشیدم و رفتم باشگاه و ورزش کردم. اما بعد اینکه برگشتم واقعا انگار دوباره شارژ شده بودم و انرژیم برگشته بود. دوباره حال و هوام عوض شده بود. این کاری که من انجام دادم یه فعالیت انتقالی بود. در واقع یه جورایی خودم رو ریست کردم. حالا در الان بهتون میگم چجوری شما میتونید انجامش بدید. اگه از لحاظ ذهنی بعد کار خیلی خسته این، یعنی خیلی از مغزتون استفاده کردیم، برای مثال صبح تا عصر توی شرکتی پشت سیستم باید بشینید، خب سطح انرژی مغزتون واقعا میاد پایین و دیگه حال و حوصله فکر کردن نه، خصوصا اگه بعدش درگیر مترو باشید یا ترافیک باشید یا مسافتی رو بالاخره تا منزلتون باید طی بکنید. اما اگر بعد از همه این کارها اومدید خونه و برید یه کار فیزیکی انجام بدید، برید پیاده روی بکنید، برید باشگاه، یا حتی وایسید غذا بپزید، یعنی یه کاری که کاملا فکری نیست، حال و هواتون به طور کل عوض میشه و شما هم دقیقاً ریست و دوباره میتونید بعدش بشینین و یه کار فکری دیگه رو ادامه بدید. اما اگه یه روز برای مثال اومدید خونه و از لحاظ فیزیکی خسته بودید و دیگه توانایی انجام یه کار فیزیکی رو نداشتید، نمیتونید برید باشگاه، نمیتونید پیاده روی بکنید، با یه کار فکری اون ذهنتون رو آروم بکنید که بعدش بتونید به اون پروژه‌ای که دلتون میخواد به عنوان کسب و کارتون ادامه بدید به اون برسید. اون کار فکری هم که میتونید بینش انجام بدید مثلا موزیک گوش دادن، مثل کتاب خوندن، کارهایی که دیگه اون خستگی فیزیکی رو نداره. دیگه آشپزی نمیتونید انجام بدید، باشگاه نمیتونید برید، پیاده روی نمیتونید برید، خسته شدید دیگه، ولی کار فکری رو خیلی خوب میتونید انجام بدید و دقیقاً ذهنتون ریست میشه و انرژیتون برمیگرده. در واقع میتونم اینو بهتون بگم، اگر مثل بنده بین مشاغل مختلف درگیرید، بیاید مابینش یه کار دیگه ای انجام بدید که سطح انرژی بدنتون برگرده. میتونم به صورت خلاصه اینجوری بهتون بگم که اگر خیلی حوصلتون سر رفته از کار اول، کار بعدیتون کاملا متفاوت باشه که اون انرژی برگرده، حال کنید و دوباره بتونید به اون پروژه‌ای که دلتون میخواد برسید. اگر مورد اول انجام دادید، میرسیم به مورد دوم که تایپ خودتون رو پیدا کنید. بازم بهتون میگم چجوری. حقیقت اینه که من برای سالهای سال درگیر این بودم که 5 صبح خواب بیدار شدم و هرگز من موفق نمیشدم. یعنی اصلا دارم میخواد جزو اون باشگاه 5 صبحیا باشم از روزی که حالا کتابشو خوندم، اما موفق نمیشدم دیگه. علت داره، باید ژنتیک خودتون رو پیدا بکنید. خیلی‌ها تو عصرها بازدهی بیشتری داره بدنشون، خیلی‌ها شب‌ها بازدهی بیشتری داره بدنشون و خیلی‌ها هم سر صبح بازدهی بیشتری دارن و شما باید تایپ خودتون رو پیدا کنید. زیادم درگیر این نباشید که حالا من صرفا باید شبا بیدار باشم یا صبح بیدار باشم. همه اینا خوبن اگر به ژنتیکتون بخوره. شما اگر 5 صبح بیدار شید عالیه، اگر 5 صبح بخوابید و قبلش هم عملکرد خوبی داشته باشید بازم عالیه و این به خودتون بستگی داره. درسته ممکنه خیلی از شما الان بگید که ما نمیتونیم بر اساس اون تایپ ژنتیکیمون کار بکنیم. من اینو قبول دارم،
که ممکنه زمانتون نخوره، ولی همه تلاشتون رو بکنید بر اساس همون تایپ زندگی و ژنتیکیتون برید جلو. اینکه خودتون رو مجبور کنید که یه کاری رو انجام بدید برخلاف اون چرخه انرژی طبیعی بدنتون، مثل این میمونه که بدون هیچ دستورالعملی بخواید یه کاری رو انجام بدید. مثلا شما میخواید یه قابی درست کنید ولی هیچ دستورالعملی ازش ندارید. دقیقاً مثل همین میمونه. عاقلانه ترین کار اینه که به جای اینکه درگیر این باشید که صبح زود بیدار شم یا شبا مثلا تا دیر وقت کار بکنم، تایپ خودتون رو پیدا بکنید. ببینید با کدومش سازگارترید. واقعاً باشگاه 5 صبحی براتون خوبه یا باشگاه 10 شبی؟ کدومش براتون بهتره که خروجی بهتری داشته باشید؟ درگیر خودتون باشید، زیاد با اون کتابا و اینا کاری نداشته باشید. اونقدر بهتون کمک نمیکنه. خوبه ها، اونا درست دارم میگم، ولی صرفا رقباله کسانی که از لحاظ تایپ زندگی اون تایم بهشون میخوره. سومین چیزی که خیلی اهمیت داره برای اینکه بتونید یک کسب و کار موفقی رو شروع کنید، پروداکتیو باشید و در کنار شغل اولتون شغل دوم داشته باشید، موضوعیه که خیلی ها بهش توجه نمی‌کنن. اونم ثبات و استمراره. خیلی ها ممکنه توی مسیرشون از پا در بیان، خسته بشن، انرژیشون رو از دست بدن و بگن خب نه دیگه ما نمیتونیم، همون شغل اول ادامه بدیم و اون آرزوها و آمالشون رو از بین میبرن و همیشه یک افسردگی ته دلشون میمونه. حقیقتا میخوام یه چیزی بهتون بگم، من خودم یه آدم پروداکتیوم و واقعا خیلی خودم سر این موضوع اذیت میکنم. اگه یک روزی نتونم طبق اون برنامه‌ای که چیدم جلو برم، دیوونه میشم. یعنی اصلا به هم میریزم، اعصاب همه رو خورد میکنم و احساس تنبلی میکنم، احساس افسردگی میکنم و خیلی ناراحت میشم، خیلی زیاد. اما شما سعی کنید اینجوری نباشید. راه حلم داره. اگر طبق این راه حلی که دارم بهتون میگم جلو برید و این فرمول رو توی زندگیتون پیاده بکنید، این ذهنیت هم درست میشه و دیگه مثل من نمیشید و دیگه تنبلی و کرختی سراغتون نمیاد. اون خودخوری اوورسینک بودنی که فکر میکنی که چرا من انقدر تنبلم، انقدر از این مسیر زندگیم دارم خارج میشم، به این شکل نمیشید. نکته اینه که بدنتون تو یک دایره حرکت میکنه و همیشه از این الگو پیروی میکنه: حرکت، استراحت، تکرار. و اگه شما توی این استراحت برای یک مدت طولانی اختلال هم ایجاد بکنید، اون وقت بدن و ذهنتون شروع میکنه به آسیب دیدن. راهی که میشه باهاش نتیجه گرفت اینه که به خودتون اجازه بدین 2 روز تو هفته از اون حالت پروداکتیو بودنتون خارج بشید و به خودتون استراحت بدید. مجبورم نیستین که حتما این 2 روز پشت سر هم باشه. یعنی اصلا به طور کلی بهتون میگم که این 2 روز به هیچ عنوان پشت سر هم نباشه. چرا که اگر پشت سر هم باشه اون اختلاله ایجاد میشه، بدنتون عادت میکنه، ذهنتون عادت میکنه که روز سوم هم استراحت بکنید. به این شکل نباشه، ولی اون 2 روزو توی طول هفته به خودتون هدیه کنید. بشید همون سریالتون رو ببینید یا درگیر گوشیتون بشید. اما تو روزهای دیگه حتما کار کنید. برای مثال اگه شنبه استراحت کردید، یک شنبه رو دیگه کار کنید و همین وقتتون رو بذارید. دیگه یک شنبه هم استراحت نکنید و بشید کارتون رو برید جلو که همون انرژیتون حس بشه، هم از پا در نیاد. چون اگه بخواید به طور پیوسته همینجور بی هوا کار کنید، یه جا واقعا از پا در میاد. اجازه بدید یه مثال بزنم از رژیم گرفتن. خیلی از کسایی که مثل من تجربه رژیم گرفتن دارن این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن. یه بازه زمانی رژیم میگیرن، هی تلاش میکنن، هی وقت میذارن، همین قوانین رو رعایت میکنن، 90-95% رژیمشون رو در طول هفته رعایت میکنن، ولی بعد 6 ماه، بعد 8 ماه، بعد حتی 2 سال رژیمشون رو میذارن کنار. در حالی که ما باید به طور پیوسته اینو رعایت بکنیم.
شما همیشه رعایت بکن، ولی 60% رعایت بکن. اون 60% بهتر از اینه که توی یه بازه زمانی 3 ماهه شما 100% رعایت بکنی ولی بعدش برگردی به پرخوری و مسائلی که مرتبط باشه. مورد 4، این مورد از نگاه من خیلی اهمیت داره و فکر میکنم مهمترین نکته است توی همه این 6 تا نکته‌ای که قراره خدمتتون بگم در ادامه. علت هم داره. علتش اینه که خیلی ها این مورد رو پشت گوش میندازن و بهش توجهی نمیکنن. اونم اینه که غذای سالم بخورید. علت داره، بهتون توضیح میدم. ما در طول زندگی به مواد مغذی نیاز داریم برای اینکه انرژی بدن خودمون رو بتونیم حفظ کنیم. اگه درگیر فست فود بشیم، اگه درگیر غذاهای ناسالم بشیم، اگه درگیر خوردن بیش از اندازه قهوه بشیم که این بالا قبلا بهتون توضیح دادم که چه اتفاقی تو بدنمون رخ میده، انرژی بدنمون کاهش پیدا میکنه. ما نیاز داریم امگا 3 به بدنمون برسیم، نیاز داریم که پروتئین های مختلف رو به بدنمون برسونیم. اجازه بدید یه مثال بهتون بگم. یه تحقیقی میخونم در مورد قهرمان های المپیک که بهترین قهرمان های المپیک چه ویژگی دارن. ببینید خیلی هاشون از لحاظ فنی که یکسانن، توی یه سطحن. نفر اول تا نفر پنجم از لحاظ فنی توی یه سطحن تقریبا، تا نفر چهارم توی یه سطحن. اما اون چیزی که نفر اول اون بالا نگه میداره و میتونه اون بالا بمونه چند مورده. اینکه در ابتدا خوابش رو تنظیم کرده و در مرحله دوم غذاش رو تنظیم کرده. ما اگر بخوایم تو مسیر زندگیمون موفق بشیم، اول باید اون خوابه رو درست بکنیم که تو 2-3 مورد قبل بهتون توضیح دادم و بعدش غذامون رو، و تلاش کنیم غذای سالم بخوریم. خیلی از ما در طول هفته فست فود میخوریم، غذاهای ناسالم رو هی تکرار میکنیم در حالی که نباید اینجوری باشه. ما باید در طول هفته فقط غذای سالم بخوریم و حالا نهایتا یک روز هفته، آخر هفته ها مثلا جمعه، یه وعده غذای فست فودی هم مصرف بکنیم. ما باید به بدنمون برسیم، باید ورزش بکنیم. اگر میخوایم سلامت باشیم و بتونیم روی 2-3 تا شغل مختلف فعالیت‌های خوبی داشته باشیم، پروداکتیو باشیم و بتونیم تو شغل اولمون موفق باشیم، در عین حال تو شغل دوممون که قطعاً کسب و کار خودمون قراره باشه تو اونم موفق باشیم، باید این مسائل بیسیک و پایه رو بهش رسیدگی بکنیم. فکر نکنید که میتونیم فربه باشیم و بی توجه به خودمون باشیم در عین حال بتونیم توی چندین مسئله موفق باشیم و یه آدم پروداکتیو و فعال باشیم. نکته 5، کاراتون رو با هم به اصطلاح همپوشانی انجام بدید یا به عبارتی با همدیگه انجام بدید. شما اگر میخواید پروداکتیو باشید و تایم لازم برای انجام دادن اون پروژه که به عنوان کسب و کار خودتون قرار معرفیش کنید داشته باشید، باید یه سری کارا رو با همدیگه انجام بدید. برای مثال خیلی از ما هر روزه سوار مترو یا تاکسی میشیم و یه بازه زمانی رو تو وسیله‌های نقلیه تا رسیدن به محل کارمون طی می‌کنیم و این بازه زمانی رو ما بهش میگیم تایم سوخته و زندگی ما پر از این تایم‌های سوخته. به جاش تو این بازه زمانی بشینید کتاب بخونید یا پادکست گوش بدید. تو مترو بهترین زمان برای کتاب خوندن. من یادم یه سالی تقریبا 10 جلد کتاب توی مترو فقط خوندم و این فرصت رو داشتم که توی مترو هر بار چندین صفحه کتاب بخونم. خیلی هم اصرار نداشتم که مثلا 30 صفحه بخونم یا 20 صفحه، هر مقداری که میتونستم میخونم و زمانی که به اون ایستگاه مد نظرم میرسیدم گوشیمو خاموش میکردم، حالا میرفتم سمت محل کارم و دیگه اون کتاب تموم میشد تا حالا مسیر برگشت یا فردا صبحش. میتونید به این شکل باشید. اما خب یه سری کارا هم واقعا نمیشه با هم پوشانی کرد. اون کارایی که میشه رو انجام بدید. حالا نمیشه برای مثال توی باشگاه بخواید کتابم بخونید، رفتید ورزش کنید، اسکات میخواید بزنید چارجر کتابم بخونید، یا حالا کارایی که دیگه میدونید دیگه بعضی کارا خیلی با هم متضادن و دیگه هیچ سنخیتی با هم دیگه ندارن. 2 تا کار فیزیکی رو واقعا نمیشه با هم دیگه انجام داد. ترجیحاً سعی کنید در زمان آشپزی، در زمانی که حالا تو مسیری
یه کار دیگه هم در کنارش انجام بدید. نکته ششم، برای نکته ششم بهتون توصیه میکنم این ویدیو رو ببینید. من تو این ویدیو بر اساس توصیه‌های آقای علی عبدل چندین راهکار نشون دادم که بتونید زمانتون رو مدیریت بکنید. یکی از این کارا نوشتن تودو لیسته. یعنی یه لیست از کاراتون یادداشت بکنید. این کارو میتونید هر روز انجام بدید، یعنی شب برای فردا انجام بدید. میتونید صبح بنویسید برای همون روز، میتونید اول هفته بنویسید در طول هفته مثلا بدونید چه کارایی قراره انجام بدید، ولی کارهاتون رو لیست بکنید. سردرگم نباشید. حقیقت اینه که خودم کارامو تو 2 تا دسته اصلی قرار میدم. دسته اول کارهایی که خیلی خیلی مهمن و باید سریعا انجامشون بدم، و دسته دومم یه سری کارهای فرعی ان که باید روشون کار کنم. برای مثلا میگم سه‌شنبه قراره فلانجا برم و باید ببینم یا واقعا میتونم اونجا برم یا نه، یا یعنی اون کار اجرایی میشه یا نه، چون صرفا نیاز به تاییدیه من نداره، باید مثلا افراد دیگه هم تاییدیه بدن. این کارا خیلی کمک میکنه که برنامه‌ام به هم بچسبه و دیگه اون تایم پرته کم بشه. اون ویدیو مدیریت زمان رو حتما بهتون توصیه میکنم ببینید که بهترین راهکارا رو پیش روتون میذاره و میتونه مسیرتون رو براتون شفافتر بکنه. اگه تو یه فضای ذهنی تمیز و آروم باشی، خیلی انگیزه زیادی داری برای اینکه کاراتو انجام بدی و روز تو شروع کنی. حقیقتا من نمیخوام این ویدیو صرفا بهتون انگیزه بده که بگید من فردا صبح بلند میشم و حالا روزمو شروع میکنم و کارهای مختلفی انجام میدم ولی هیچ عملی هم پسش نباشه. نه، من یه 6 تا راهکار رو بهتون یاد دادم، یه ویدیو مدیریت زمانم بهتون معرفی کردم. سعی کنید اون دوز وجودی خودتون رو پیدا بکنید. قطعا نمیشه یهو همه چیز رو تغییر داد. آروم آروم تغییرش، آروم آروم هر کدوم از این پلن ها رو وارد زندگیتون بکنید. شاید این پروسه 1 سال زمان ببره ولی واقعا اشکالی نداره. بهتر از اینه که یهو تغییرش بدید. تو مثال رژیمی که بهتون گفتم و هیچ وقت فراموش نکنید. اگر بخواید صرفا با یه انگیزه مضاعف زندگیتون تغییر بدید، هرگز همچین چیزی امکان پذیر نیست. ولی اگر ذره ذره تلاشتون و هدفتون برای سال پیش رو این باشه که بخواید یک تغییر جزئی در لایف استایلتون ایجاد بکنید، این 6 تا راهکار بی نهایت میتونه بهتون کمک کنه. خیلی مخلصیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو راضی بوده باشید. ممنون میشم نظرتون رو حتما توی کامنت فرمان بنویسید. ارادت.